سلام دوستان. امروز اومدیم با یه پارتی، البته امروز که نه، امشب ساعت 1:26 صبح. امشب اومدیم با یه پارت دیگه از ماینکرافت هاردکور براتون بذارم. میریم که بردو درست کنیم و منتظر میمونیم تا برد بالا بیاد. هی خدا، تا این بالا بیادی تا درد دارم. چی بگم؟ چیزی ندارم بگم. حالا مگه بالا میاد؟ طور عادی سریع بالا میاد. آره. خب دوستان، ببین کجا هم اسپای شدیم. چرت و پرترین جای ممکن برای اول بازی، اونم هاردکور. یه ذره لگ هم داریم که اوکیه. خب اول از همه باید یه مقدار چوب بزنیم. چوب که زدیم کرافین تیبل میسازیم. حالا بس تا اونجا برسیم بهتون میگم بقیه‌شو. الکی میگم، نمیدونم اون چیکار کنم. راستیتشو بخواید اصلا خودم نمیدونم میخوام چیکار کنم، فقط میخوام برم جلو. باید سریع بیسی بسازیم که شب شد به فنا نریم. بله، همینی که هست. دوست دارم اول بیس بسازم. تختم نمیخوام، غذام نمیخوام. اصلا اینجا میگه پشم پیدا میشه که من بخوام تخت بسازم. حالا دوستان همینیه. بچه نظرتون خونه درختی بسازیم؟ آیایی همینو میکنم خونه. باید این درخت رو بزنم، بعد این درخت رو بزنم، بعد این درخت رو بزنم. 3 درخت باید بزنم. خب دوستان، نمیدونم میشنوین یا نه. یخچال رو شروع کرد به روشن شده، الان میتونه میخوره. خب یه لحظه من چند تا نردبون بسازم که خواستیم بریم بالا گیر نکنیم، سریع بتونیم بریم بالا. دنگ 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 دنگ. از 1 3 تا 6 تا نردبون. ای بودش. خب این 6 تا نردبون اگه گفتیم باید چیکار کنیم؟ بزنیم روی درخت. چقدر باهوشی میگه با مصب.
تموم شد. چیکار کنیم؟ میریم بالا. اینم میریم بالا. اینم میریم بالا. کجا میرم بالا؟ چطور بکنیم؟ خب حالا اگه گفتیم باید چیکار کنیم، باید بیسمون رو بزرگتر کنیم. از کدوم بر اگه گفتیم از این بری اون بری لالای لالای لای. خب شوخی بس. اول از همه این سمتی که نردبون داره رو باید بریم. یه 2 تا از هر طرف باید بزرگ کنیم تا یه ذره خونه هم بزرگتر شه، یا به قول با کلاس ها بیسمون. اشتباه شد. محاسبات هم یکم اشتباه شد. 3 تا بعد میرفتیم. آخ ساعت هم ببینیم دیگه. ببین ساعت 1:30 مغز من دیگه کار نمیکنه. ساعت 1:30 صبح مغزم دیگه کار نمیکنه. بعد دارم اینجا باید شما ویدیو میسازم. چرا باید من توقع داشته باشیم مغزم کار کنه و درست محاسبه کنه؟ بله دوستان. خب چند روزی فکر کنم چی کم بیه، اسلپ کم بیه. اسلپ دال شده. ایوا این چی؟ ایگو آی چونمون به فنا رو تا دست خالی گاو نگفته بود. اول داشته بودم بودم این هاردکور من دست خالی گاو نگفته بود. اولین گاو هاردکور. هی گاو بیچاره حیف شد. اصلا برام نیست که نظر این مثبتم نیستش. کف موسم گیر میکنه رو زمین. بازرم یه ذره آروم آروم دارم پیش میرم. خوب نمیتونم سریع کار رو انجام بدم. با همونطور که پیش بینی کرده بودم استپ کم. آه 2 قلب آمد دست. همینجوری بخوام پیش برم تا فردا احتمال زیاد مردم. اگه منم که تا فردا. راستی اسممو نگفتم. من امیر حسینم. خب البته اسم داخل بازیم امیر صدار ایکس. و این گیمی هم که دارم میزنم بر موبایله. فقط موس و کیبورد به گوشیم وصل کرد. هی خدا دیگه ما انقدر پولدار نیستیم بریم پی سی بخریم. چی بگیم؟ خب دوستان حالا که در بزرگتر شد باید دیوار بنشیم. ولی اونجا الان نه تخت دارم، فقط غذا دارم، اونم 2 تا گوشت گاو. تختم ندارم که بخوابم. میریم دنبال پشم. خب پشم الان اینجا از همه چی مهم. وایسا. خب آقای داداشا ببخشید ویدیو قطع شد. هوا مادر بسته. مادر تاج سر چیش خیلی مهمه. باید حتما جوابشو بدیم. خب ما شمشیر بزنیم برم
گوسفند بکشم. گوسفند. یکی شمشیر میگیریم. یکی شمشیر گرفت. دو اول فصل داره شب میشه. یا پنیکلای آقا. آه. اگه گفتی الان باید چیکار کنی؟ خدا میدونم از شما دارم میپرسم. الکی بیرو خدا. الان خدا میگه که غلط میکنی. الکی قسم میخوری. شب شده. خونمون گم کردیم. سلامتی میشه. نخیر. ریدم به لحظه. بابا. بابا. قاطی کردم. بخوام به کلمه میرم داخلش. اوف. خب دوستان، اما بیایی الان ما بدبخت‌ترین آدم دنیا به حساب میاد. نه سنگ داریم، نه زره داریم، نه تخت داریم، فقط 5 تا دونه گوشت گاو داریم. باید تا صبح همینجا صبر کنیم. البته تا صبح بیکار نمیشیم. دیگه چرت و پرت میگیم. میخندیم. شوخی کردم. ویدیو رو استاپ میزنم. روز شد دوباره برمیگردیم. اوکی. خب دوستان، مثل اینکه قرار نیست روز بشه که حالا و اینکه این تازه پارت 1 بود. فکر کنم نزدیک 100 تا پارت دیگه هم هستش. اصلا نگران نباشید. و روز یه دونه ویدیو میذارم. و آره همین دیگه. تو قسمت بعدی قرار تخت بگیرم. تختم رو جور کنم. بیسم رو بزرگتر کنم. بقول این خارجی ها بیس. چاسی. بعد آیرون پیدا کنم یا همون آهن. زغال پیدا کنم. سنگ بگیرم. یا آدم منابع پیدا کنم. و اینکه همین دیگه. آها راستی، یه اسکین مخصوص واسه خودم هم دارم. نمیدونم چرا الان بالا نیومده اینجا. استیو معمولیه. بهتون نشون میدم پارت بعد. و اینکه آره دیگه تا پارت بعدی بدرود.